شوهرتون نسبت به انتخابتون چی اندیشه دارن؟ هست؟ شوهرم من میخوام که رومال پوشد و کورته به آستین پوشد، کورکه گرم پوشد، بعد بیرون بره. هر لحظه دلم یاد گلی روی تو داره، آهزی همان نرگسی جادوی تو داره. نموزش همه خونه قهری تو به من تاج زرین، از همه محبوب ترین. من به تو دل دادم، تو از دلم بخبری. پیشترک دهه چهارتای بالا میگفتن خوب ترک بود. به همین خاطر یک دهه هست که بسیار بسیار کلان است. 33 خوجگی داره. چند است دخی نرخش؟ چقدر است؟ یک 3-4 هزار دلار. کجای نه نشده. برادرانی که ریزش موی دارن، یعنی که ریش، مرحمت برادرای عزیز، هم افزایش یافتند، فایده خوب داره، تیز افزایش میتیه و همچنین یاردم میکنه که معن شوه ریختنش. بگیم که در وقت هم خوب شدن تیز خود رو از دست میدین یا اینکه مردانگی طلا میشه. این برای همین خیلی شخصا هست. با خواندن آیات‌های قرآن کریم تیار شدگی، یعنی که دعا خواندگی هستن این گیاها. شخصایی که فرزنددار نمیشوند این گیاه رو به همون خیلی شخصا توصیه میتیم. لیوخ یعنی که برانخیت، شخصایی که بلغم دارن، بگیم که شیشاشون مای بستن، سلفه میکنن، این برای همون خیلی شخصا توصیه داده میشه. شخصایی که فراموش خاطرن، یعنی که تست فراموش میکنن، با شما پمید رو توصیه میتیم. برای شخصایی که عصباشون خوردن، این کاملا طبیعی را در آب آمیخته کردن می نوشید. چون که جادو شدن یا اینکه جادو خوردگی شونن، انتیسیر برای همین خیلی شخص. من خوش آمدید میگم مهمونی برنامه رو بار دیگر. خوش آمدید به برنامه ما. شما 2 فوریه گفته روز بهترین گفتید. میدونید که امروز برای من روز بهترین نه؟ امروز برای شما روز مخصوص است. بله. من میدونم برای چی. برای اینکه چند نفر از نزدیکانتون جشن زیبای مولود دارن. بله البته اولین مادرم، بله، دومین مادرم، سومین مادرم. بدم هر سه یک بار تبریک کنیم. بله هر سه تبریک. بله مادر جانم، من شما را قدر دوست می‌دارم که به اندازه زمین و آسمان، به اندازه تیر و کمان، به اندازه آب صافی دریا، به اندازه قلب پاک. مادر جانم زادروز مبارک باشد. بگذار عمر پربرکتی دراز داشته باشید. بگذار همیشه در بر ما باشید. بگذار ما خاری و زاری را نبینید. در بالای سر ما فرزندان سربلند باشید. بید برای مادر شما یک 4 مصرع شعر بسیار خوب میگیم. البته شعر گفته است که ایو مادر تو فردی بی‌نظیری، ایو مادر تو فردی بی‌نظیری، فتادم هرگاه دستم بگیری، بود جای تو عمر در دلی من، تو در دنیای من هرگز نمیری. بله. بیا شما سرانده هستید. همین 4 مصرع را من خوب خواهش میکنم که همین اگر توانید با آهنگ در روی همین حالی با طرز زنده پیشنهاد کنید بسیار خوب میشه. ایا مادر تو فردی نازنینی، فتادم هرگاه دستم بگیری، بود جای تو عمر در دل من، تو در دنیای من هرگز نمیری. سلامت باشین. بسیار برای ما اپم با ارزش های، به خاطر که ما هم رنگ فرزند دوست میداره، هم رنگ خواهر دوست میداره، هم رنگ راهبر خونه بر این دوست میدارن. بگم که ایر کچم کردین، گرچنده که دبرش میافتم خواب میکردم در کودکی. کنی اول همی سروده که خون با من خواب کنم. بله. هر لحظه دلم یاد گلی روی تو داره، آهزی همان نرگسی جادوی تو داره، کردی گذر از باغ دلم گلی خوش بو، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو داره، کردی گذر از باغ دلم گلی خوش بو، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو داره. شوهرتون نسبت به انتخابتون چی اندیشه دارن؟ هست؟ شوهرم السلام علیکم هموطنان عزیز. بسیاری از شما خواهش کردین که کار باشد برای زنها، کار باشد برای مادرانی که
از خانه نبرآمده کار کردن میخواهند و زندگی خود را خوبتر و بهتر کردن میخواهند. مرحمت بهترین شرکت، بهترین کمپانی را ما به شما توصیه میدیم که این کمپانی فابرلیک هست. 25 سال در روی جهان کار و فعالیت میکند. بسیاری از زنها و مادرها همراه ما کار میکنند. در کمند من زیاد از 1000 نفر زنها هستند که صاحب معاش خود است. شما هم خواهش کار کردن داشته باشید و با پول و با کار نیاز دارید، مرحمت در واتساپ نویسید. آموزش و نام‌نویس شدنش همش بی پول. راستی هر کی مرا دوست می‌دارد البته با کسب و کارم دوست می‌دارد. شاید انتخاب کسبم با زید نیستن که من در صنعت هستم. بله بهترین است. زید نیست. نه زید نیستم. در مورد خصلت و خاراکتر فرزندتون چی گفته میتونید؟ راستی در خصلت و خاراکتر فرزندم یگان چیز گفته نمیتونم، به خاطر که خدام رکش دراز کنه ای کودکی کتی خودم کلان شده خونه در کودک نبود مثل مردکچای. حتی شیشتا مای نصیحت میکند که آیا خیل نپوش خیل پوش، خیل نکن خیل کن، ای باید نباشه خیل کار باشه. لیکن ما هم رنگ جوره ایم راستی گفت. یعنی شما نصیحت میکند کم کن. ها کم نه زیاد. مادرتون چگونه لباس را پوشد که شما میگید که مادر جون خیلی لباس را نپوش؟ مثلا کورتاهای به آستین، به رومال. من نخواهم که رومال پوشد و کورتای به آستین پوشد، کورتای گرم پوشد، بعد بیرون بره. شما مادرتون زیاد دوست میداره؟ بله. بهترین. خب باز چه ایراد میگیرید از مادرتون؟ باز در کدام وقت ایراد میگیرید؟ نمازش سری وقت نخونم. نخوند اگر چی سری وقت نمازش نخونه قهری میشه. سلامت باشین. بهترین من احسن میگم برای شما که واقعا هم به این سال بسیار یک اندیشتون بوی است. توجه زیاد داره و بسیار اسیراتون نگین شنوندای ما چشمتون میکنند. یک بلاک ندیرتی ماست. خواهش میکنم. بیرون از مملکت سفر داشتین؟ راستی بیرون از مملکت یک بار به حیث تماشا گم اگر خطا نمیکنم مسکو رفتم. به نیت کنسرت نه، به نیت کار نه، هم خیلی به نیت تماشا که خواستم یک بار تاجیکستان برام و تماشا کنم که مثال چه خیلی است. یک بار چی فرقی است میان تاجیکستان و روسیه؟ خیلی فرقیت هم نه و راستی هم خیلی برآمدم یک بار. خیلی من به حیث کار میرفتم، شاید میدونستم که فرقیت در چی است. به حیث یگان کنسرت میرفتم میدونستم که فرقیت در چی است. من راست رفتم تماشا رفتم، کوچه گشتم تماشا کردم، همین خیلی خستم اومدم تمام. در اومد شما بیشتر از کدام حساب است و زندگیتون چگونه است؟ شرط و شرایطی که امروز شما دارین آیا با خودتون مثلا قناعت کننده هست یا نه؟ که من دختر سیر طلب نیستم، ایره همه میدونن، نه تنها خانوادم حتی مخلصای من میدونن که من دختر سیر طلب یا بد نفس نیستم. همون قدری که دارم با شرایطم خوبم شکرانه میکنم، به ما یا فرزندم خوب میرسه، با ای دستم بیاید کمک میکنم به دیگران. بهترین. سلامت باشین. یک بانوی بسیار زیبا زنگ زد، خواهش کرد گفت امکانه که در رادیو برام ندارم، بسیار صدای مرا احترام میکرده است. من امکان دارم که همون سروده که همون دختره برای چینی بخونم. برای چینی مرام. بانوی زیبا سرود برای شما. رحمت برای زنگ تلفنیتون، گرچنده که در رادیو آزاد نبرآمده لیکن سروده برای شما میخونم. در آتشی اشک میتپد روح و تنم، پروانه به حیرت است از سوختنم. عشق است که زنده ام نگاه می‌دارد، به عشق چه خاک به سری خود بزنم. تو به من تاج زرین، از همه محبوب ترین، من به تو دل دادم تو از دلم بخبری، من به تو دل دادم تو از دلم بخبری. در مورد از دیها آمدنتون گفتید، از کدام دیها زادگاهتون بید؟ در مورد زادگاهتون کمی معلومات دید؟ از زادگاهم وحدت پیشتر حضرم سرخ تپه میگن ایده درده است ارغوان، عینی حال ارغوان هم دارد، پیشتر دیهای چهتای بالا میگفتن خوب ترک بود. به همین خاطر یک دهه‌ای هست که بسیار بسیار کلان است، 33 خوجگی داره و ما یه دهه‌ای دوردستی بسیار دوردست نخی حاضر دوردست نه، اولی حالا که ترقیات زیاد شده است، هر یک دهه یا هر یک شهرک به خودش تکنیکای و
вай дорад. боре шудааст ки дар рӯзи 1 апрел шуморо фиреб доданд бо кадом як? Не ихен нашуда, барое ки ман ҳамеша ҳамин кӯдаки ба қавле ки доноча будам 1 апрел медонистам ки агар ростам ки мегуфтанд ман бовар намекардам ки ҳамин рӯз ман дурӯғ мегӯям. занг назадан ки чамангул як заказа бовар ки заказа якум бор мерем. агар занг мезадан ман мегуфтам ки аллакай зайни ту медонистам ки ҳамин рӯз рӯзи дурӯғгӯай. чанд аст охи нарха? чӣ қадар аст? як $3,000. и куҷоя? Не нашуда. салом алайкум. ташаккур барои шумо, беҳтарин. Витис моряду, наганял беду. И сказал ты мне, больше не приду. Видно, нет судьба. Видно, надо мной. Видно, нет любви. Посмеялся ты. زنگوله بندی کاکل بندم برای تو تا در شب مهتابی ما را بیابی تو در گوشه تنهایی بنشسته بنازیم شب در گوشه تنهایی بنشسته بنازیم شب به یار انتظارم از درای تو بیا مثل مجنون ناشنایی نکن قامت بلند رخسار گلگون بیا مثل مجنون ناشنایی مکن قامت بلند رخسار گلگون. محمد رسول شما هم خوش آمدید به برنامه ما. رحمت. خوش آمدید. بید نزدیک بلندگویک بید. محمد رسول شما در مکتبتون یکون دوستی نزدیک داره؟ بله. کی است؟ نامش چی است؟ نامش میگویم داوود. نامش داوود است؟ بله. چی خصلت و خاراکتر دارد که شما با او دوست شدین؟ چی خصلت و بچه خوب می باشد ولی او با من بازی میکند برای ما. دیگه همسنفتون با شما بازی نمیکند؟ بازی میکند. برای چی شما اکنون مثلا چند همسنف دارین؟ مثلا میونی 10-15 نفر همسنفتون همین فقط شما داوود انتخاب کردین. چی با؟ برای که همش تو بازار یعنی که بازار таманои ма меай орзуи ма аввалин барои фарзандам меай ки бигзор бачаи ба ақл шава, ба савод шава, ба тамкин шава, иззатдори ҳамагон боша, бачаи бисёр ба имону мисол бачаи хуб боша. ба орзуи ма барои ҳамаи мухлисом ҳамеай ки ҳамеша аввал тансиҳат бошен. худованд ба ҳамаи шумо файзу бараката дар хонаводатон, дар умру дар зиндагитон насибу муяссар бигардона. ҳар орзу мақсаде ки доред худованд ба ҳамеша ба мо орзу мақсадатон расонад. бароятон муваффақият орзу мандам ва худо кунад ки ҳамеша танатон сиҳат бошад ва парешон нашавен. наврӯзи файзалӣ будам назди микрофони радиои имрӯз. خدا نگهبان. السلام علیکم هموطنان عزیز. بسیاری از شما خواهش کردین که کار باشد برای زنها، کار باشد برای مادرانی که از خانه نبرآمده کار کردن میخواهند و زندگی خود را خوبتر و بهتر کردن میخواهند. مرحمت بهترین شرکت، بهترین کمپانی را ما به شما توصیه میدیم که این کمپانی فابرلیک هست. 25 سال در روی جهان کار و فعالیت میکند. بسیاری از زنها و مادرها همراه ما کار میکنند. در کمند ایمن زیاد از 1000 نفر زنها هستند که صاحب معاش خود است. شما هم خواهش کار کردن داشته باشید و با پول و با کار نیاز دارید. مرحمت در واتساپ نویسید. آموزش و نام‌نویس شدنش همش بی پول.